سلام رفقای عزیزم، حالتون چطوره؟ سلین بازم ترکونده. تیم پسرا در مقابله با تیم دخترا کی میتونه توی پنالتی ببره؟ تجربه نشون داده که پسرا میتونن ببرن، ولی هیچ نظری ندارم. بریم سراغ این چالش. تیم دخترها مقابل تیم پسرا، نبردی که سالهای سال ادامه داره، اما امروز مشخص میکنیم که کی از همه قوی تره. توی تیم دخترها سارا، آستر و خودم یعنی سلین هستیم. توی تیم پسرها هم یونس، ایبل و سلطانمون میشیل هستن. پسرها آماده قوانین خیلی ساده است. هر نفر 3 تا جون داره، پس هر تیم در کل 9 تا جون داره و وقتی یه پنالتی رو خراب کنی یه جون از دست میدی. اما یه نکته باحالم داره. قبل از اینکه شوت بزنی گردونه شانسی بهت میگه چی کار کنی. با یه گردونه خالی شروع میکنی و بعد از هر پنالتی باید یه شوت نمایشی اضافه کنیم تا گردونه پر بشه. قوانین رو که فهمیدین. اگه گوشه های تیرک رو بزنید و گل بزنید 2 امتیاز بهتون اضاف، 2 تا جون بهتون اضاف میشه. اگر پایین رو بزنید 1 جون بهتون اضاف میشه و هر دور که بازی بشه یک قانون جدید میتونه به بازی اضافه کنیم با اون گردونه. بریم ببینیم چی میشه. شروع میکنه؟ سنگ کاغذ قیچی. ما باختیم، پس ما شروع میکنیم و اینم یادتون نره 4 تا جعبه توی دروازه است. اگه به جعبه گوشه پایین بزنید هر عضو تیمتون 1 جون اضافه میگیره. اگه به جعبه بالا توی گوشه بالایی بزنید هر عضوتون 2 تا جون اضافه میگیره. بریم سراغ چالش. نوبت منه، بزن بریم. ولی الان چیزی گیرش نمیاد مگه نه؟ نه. باشه. اوه پنالتی مفتی. ولی قویه ها. همون اولی رو خراب کردم. شرمنده بچه ها. چشم‌بند. میزنی تو گل داداش، خیالت راحت. یه رو یکی بیفته. آها اینم. راستش میتونی یکم بشرخونی اشاره. گلش میکنه. اینا همون اول گلش میکنه. بزن داداش. یه شوت مفتی و کوهن خیلی کارش خوبه. برگام پای غیر تخصصی. برای من راحته چون من دو پا پسر. بزن بریم. یالا سارا. اوه یه شوت مفتی افتاد بهم. آره. سارا فعلا با غیر تخصصی بذار هرچی میخوان بگن بذار بگن بابا. اولین گل امروز. آها نگران نباش. کوهن آتیش به پا کرده حاجی. نگاش کن. آره این یکی رو زدم واسه اعتماد به بزن نفسش. بریم. 3 2 1. شوت مفتی خیلی خفنه مگه نه؟ اگه اون گل بزنه هممون قبل اینکه میزنیم. شوت بزنم میخوای چیزی بگی؟ کار خودتو بکن. ما اولین کسایی هستیم که میتونیم گل بزنیم. خراب کن مثل همیشه. ایبل خوبی بوده داشت. تو میتونی اولین گل آره مطمئنم این کارو بکنی. باید برای بزنم. تیم دخترها. تیم MLS. پنالتی مفتی. امنه. بزن بریم. قبل اینکه شوت بزنیم من و سلین یه ویدیو با فوتکرنج داشتیم. پسرها مقابل دخترها و حدس بزن کی برد؟ رفیق خودمی. مستر آی نه. آقا راستی تیم بازنده یه مجازات خیلی بد داره، پس واقعا دیگه باید خراب نکنیم. اون داره چی می‌نویسه؟ دروازه‌بان رو زانو. دروازه‌بان رو زانوش بابا بیخیال. یه پنالتی مافتی گیرمون اومد. از این وضعیت خوشم نمیاد. اصلا خوشم نمیاد. خیلی بد شد. خیلی. نه الان خرابش میکنه. نه باید این کارو میکردی. نه تیم پسرا چشون شده. خیلی چیزا. آره جون بیبیت گلش کن. من همه جهت‌ها رو درست حدس. امکانش هست این ویدیو رو بدون گل تموم کنیم. من واقعا اگه جا مورینیو یا جای نمیدونم هر مربی دیگه ای بودم این دروازه‌بانو میبردم بوندسلیگا. چه توپی میگیره این دروازه‌بان. وای 6 تا پنالتی زدن. 6 تا طرف. همه میگن ما تو پنالتی خیلی بدیم ولی در واقع کوهنه که بهترین دروازه‌بان پنالتی داداش حالا به این فکر کن که هنوز هیچ سختی‌ای هم برامون اتفاق نیفتاده. حالا باید با اینم کنار بیایم. هیچ گل نکردیم. با برهنه اینو برزیلیا. بازم اینجای ما هنوز هیچ گلی نزدیم. بزن بریم. یالا اوه
پنالتی مفتی. داداش داری چی کار میکنی؟ شاید اینطوری بتونه گل بزنه. اینطوری نکن نه باید بابا پول بدیم. معلومه دیگه داره دختره رو میگی تشویق بابا؟ میکنه پیرن صورتی. خانم صورتی بهش فکر کن. تاکتیک. هی اون دورخیزت خوب نبوده. میتونی. این حرفی بود. برو بزن بریم. گل. حالا داره خفن میشه. پاشنه پا خانم آقایو. اوه شوت مفتی. دنبله کی بزن یا بزن دنبله بزن عجب این اولین باری بود که کوهن جهتو اشتباه رفت. آره نوشته نشسته. ببینیم چی میشه. چی افتاد؟ چشم بسته. چشم چشم بسته؟ بسته این مال خودت دختر. مال خودت. این حرکت خودت. آره. یالا سارا تو میتونی. دروازه‌بان؟ باشه نشسته میشه ازت متنفرم. امیدوارم بزنه ایبیل اگه اینو گل کنی اسطوره تیممون میشی پسر. میدونم وگرنه باید بشینی سر جات. الان میرم اونجا یه چیز خیلی خفن می‌نویسم دیگه بعد جور قاطی کردم. نوک پا بیا بخورش. پنالتی ملس اون دیگه چیه؟ از اینجا شروع میکنی با دروازه‌بان تک به تک میشی، ولی اگه دروازه‌بان به توپ دست بزنه تموم. به جما سر. برو. 5 4 3 لعنتی. کلوب تک‌جونا. پنالتی آزاد خودت انتخاب کن. نه این آخریشه دیگه نه؟ آره آخریشه. این آخریشه پس. یکیتون باید جعبه رو بزنه. باشه. لازمش داریم. خیلی نزدیک بود یاره چیزی که باید بنویسی یه جون اضافه است. باور کن دقیقاً رو همون میفته. باش آره بشیمان آره. خیلی خوب بزن فکرشو بکن دقیقاً رو همون میفته. دیوونه میشم. نه. چی بهت افتاد؟ من یه جون اضافه دارم میدمش به تو. جدی؟ آره. منو برمیگردونی؟ آره آره تیم. داداش بریم. دروازه‌بانی بدون دست بزن بریم. چه خوب. ولی بازم میگیرتش. آره بازم میگیرتش. اوه داره دستکششم در میاره. بنویسم بابا. اوکی یالا تو میتونی. نزن یا نزن دارن با هم کار میکنن. کوهن تو میتونی گردونه منو بشن. پای غیر تخصصی. ولی تو که پای غیر تخصصی نداری. اگه کوهن رو خطش باشه من میتونم شوت بزنم. آره رو خطش بود آره. دیگه. آره تقلب به خیلی شروع باشه کردنه. بابا دوباره میزنم. دنبله بگیر توپشو. کوهن بگیر توپشو. بزنی خدا که تقلبه. آره باهاشون دست یکی من کرده. جون اضافه میخوام. کن بیا اینجا. داری تقلب میکنی. من دارم تقلب میکنم. گمو. نه اونا گفتن 1 یورو ولی من الان 2 یورو. باشه. شما بهت 3 یورو میدیم خوبه. ولی هر کدوم 1 یورو. آره. آره باشم اومد. پنالتی ملس خیلی نزدیک بود یعنی. برم سراغ یه کلک. راهنمایی میگیره. ایبل توپو عوض کن. بیندازیمشون پشت. فقط بزن 3 تا جون داری چیزی برای از دست دادن نداری. 2 تا جون. نه تازه متوجه شد. سارا داری تیم عوض میکنی یا توپ ما رو چرا بگیرش ولی اون متوجه یه نشد تمرکزت بالا بود. 5 4 3 2 تو میتونی. آفرین. نه فکر کنم
3 یورو میخوام باشه. تموم شد دیگه. من الان 3 یورو میخوام. آه نه به همین خیال باش مال اوکی، اینطوریه. داداش مرگم آخرین جون ایبه. چی؟ پا به رهنه. این که بعد خیلی خوبه. آره بزن بریم تو کارش. این آخرین جونمه. ای به برو. لالا کن. ببینم. وای کوهن با ما لج کرده. این که پا برهنه حساب نمیشه. چی کار هواش گرم میکنه؟ اینجا لباساتو درار. اینا دیگه چیه؟ وای میخوای برای جون اضافه بری؟ فکر کنم آره. خیلی خوب، بزن بریم تو کارش انجامش میدیم. کردم هرچند سعی کردم جون اضافه رو بگیرم آره. ناره! دوباره نوبت منه. نمیخوام به استرس بدم ولی اینکه خراب کنی عزوی. چشم بند. بند. نگاه کن همیشه همین بساطه پسر. خب این چشم بندمونه. دارن به هم کمک میکنن سر همه ولی چی. بذار ولی این کارای دخترون هست دیگه میدونی. نمیبینه. اصلا نمیبینه. نگاش کن چند تا انگوش میبینین چند تا 10 تا. من براش انجامش میدم. آی باشه خوبه آره اینا داشتن تقلب میکردن حاجی واسه همین رفتم چکشون کنم. میبینی؟ کجایی؟ هی ژنو که نیست پنالتیه بیا اینور. حاجی این که داره از پایین میبینه، یعنی چطور پسرا متوجه نمیشن؟ داره از پایین میبینه. زود باش از 3 2 1 حذفی. یه جوری وانمود میکنه انگار هیچ نمیبینه. گل زدم. من پای غیر تخصصی نه سوپر دارم. ضعیف نداری یه سوپ بردار یونه زود باش. خیلی خوب. نه حساب نیست. نشسته. سخت شد یکی سخت آره. شسته. نمیدونم چجوری. آره همونجوری آره خوبه. اونجوری بهتره. آره فقط پاتو تاب بده. چی داریم راهنمایی می‌کنی؟ آره نزدیک بود. در واقع بالاتر. خب سارا باید تیمو نجات بده. توی این لحظه کوئن تنها کسی بود که فهمید بازی برای من تموم شده و چون به نظر میومد برای هیچ کس مهم نیست تصمیم گرفتم به خودم یه جون اضافه بدم. میخوای بهش بدی؟ میشیل منو. این چه وضعیه؟ فکر کنم بکشه. ولی من فقط ادامه میدم. برو آفرین. بچه ها من دیگه جونی ندارم. جون اضافه جون اضافه جون اضافه. دروازه‌بان بدون دست. و من به سلیم نشون میدم که چجوری انجام میشه. ببین. بزن یاده دار. اومدم این یکی رو میگیرم. بزن داداش. گل خوبی بود. داشتم جعبه رو میزدم بابا. بزن بریم. بجم. نه میدونستم. سارا میشه من بگیرمه؟ مزه. منو میگی با مزه؟ مزه چه چیزی؟ آره با مزه کارشو تمام میکنه. میگه کوهن همینه. دختره که با مزه. خیلی بد جنسانه بود. دروازه‌بان رو زانوهاش. دروازه‌بان رو زانوهاش. عالی بود پسر. ایبل جعبه رو هدف بگیر. صدا چرا اونجوری شد؟ بجام داداش تمرکز کنی ها. اوکی. جعبه رو نزدم ولی گل شد. یه جون دارم آره باید آروم باشم. میدونین چی میگم؟ دروازه‌بان بدون دست. تمیز جعبه رو نزد ولی نگران نباشی تو گل هنوز دیگه. داری بازی میکنی بچه. جون اضافه داداش. پاشت پا. پا. اگه جعبه رو بزنه جعبه رو بزنه خیلی خفن اینا رو باشه. دوباره برمی. حاجی بنازم این گلو. من جدی اگه بودم تیم پسرها رو همین الان برنده میکردم با این گل قشنگی که زد. دمش گرم واقعا. همینه. همینطور که ما گل میزدیم کوئن تصمیم گرفت چند تا قانون جدید اضافه کنه. اینم یکیش. یه ایده فوق‌العاده دارم. تیم آبی میتونه یه جون از تیم صورتی بگیره و تیم صورتی یه جون از تیم آبی بگیره. اگه ما آره ایده رو حذف این یه کنیم. بازی روانیه. 2 تا بود. آره
خب چی کار میکنه؟ فکر کنم باید ترین کار اینه که همشونو بکنیم یه جون. با این موافقم. آره پس از سارا یه جون میگیریم و میدیمش به تو. نظرت چیه ها؟ ماجونه ای ملو بای بای و کی میگیرتش؟ سلین. آره من پس تو الان 2 تا جون داری. آره دقیقاً 2 تا جون. آره 2 تا جون. خب ما جون سارا رو میگیریم. شرمندم دیگه. واقعا شرمندم. میدیمش به ایبل. پس هنوز هنوز تو تو بازی هم. پنالتی مفتی. اوه یا خدا. سلین قبلا یه پنالتی مفتی داشته این اتفاق. این هم از پنالتی مفتی شما یکم واسه سارا خوب. جون اضافه. اوه ببینیم چی میشه. چشم بند. آره اصلا میدونی چیه بذار کمکت کنم آره چشم برو کمکش کن. ما تقلب نمی کنیم بچه ها. نداریم. تقلب بی تقلب. من هیچی نمیبینم. بابا ابرام داره کنده میشه. اوکی اینجا بحث ابرو نیست. ای کوهن سرتو میشنم آماده باش کوهن داره میاد. آره آماده باش. ولی من چجوری وایسادم؟ باید بهم بگی پسر. ببخشید داداش. رو به اون من چی داره. ندیدم قسم میخورم. چرا هیچکی بهم نگفت؟ پاشنه پا. این یکی سخته. اگه خراب کنی حذفی. اگه خراب کنی حذفی. یالا سارا. این خیلی سخته خیلی سخته خیلی اوه نه. باز خواهد دقیقه سعی از الان جعبه ها رو باشه. می‌زنیم. بچه ها پنالتی مفتی. پنالتی مفتی همینه. کادش چه؟ همه از اون کل ویدیو منتظر یه جعبه بودین درسته؟ خب من الان بابا نوئلم چون همین الان یه جعبه رو میزنم واسهتون. داره چیکار میکنه؟ حالا خوبی بود ولی خب جعبه نشد ولی همینم خوبه. اونم یه جون داره. اگه خراب کنه فقط سلین باقی میمونه. و تو در واقع حذفی. دروازه‌بان روزانو. جعبه آفرین جعبه بزن. اینجا ببینم. خدای سرش جعبه زن. بچه اینو نگاه کن. 2 تا ای زنه. نه یکی. بلکه 2 تا. حدسم اینه که دخترا میبرن. بزن بریم. همشون 2 تا جون اضافه گرفتن ولی یعنی؟ ماکسیموم جون 3 تاست. چشم بسته این چشم آسونه. بسته اوکی. تو 2 تا جون داری درسته؟ به نظرم فقط برو برای بالا سمت راست. نمیدونم الان شاید تو کسوش عوض اینجوری کردین هیچ وقت خوب نیست. یونس بعد از اینکه تیم دخترها به جعبه زد تیم پسرها دقیقاً همون کارو کرد. پس در حالی که همه به اندازه کافی جون داشتن کوئن تصمیم گرفت یه تغییراتی توی گردونه اسرارآمیز بده. گل نشه رو حذفی. چی؟ 3 تا خونه. راستش از منم از این خوشم میاد. آره پیشش خوبه. خراب شه. شاید حقم باشه. پس اگه خراب کنه همه همش چونش میپره. میپره. اینجوری خیلی سریع پیش میره بچه. من حذف شدم و این حقمه. صادقانه اوکی ولی شاید زره این راز ماست. سلین تو ویدیوی خودت حذف شدی که. خیلی سرسایتی بودم الان گریه میکرد. و از اینجا به بعد کوئن یکی از شوتای اسرارآمیز رو به گل نزنی حذفی تغییر میده. اینجوری خیلی سریع پیش میره. نه این جدیده است. آره ممکنه خراب یه شوت نمی‌کنی محکم بسر. بزنم فقط. بزن داداش تو میتونی. آره با تمام وجود شوتش کن. همینه داداش. اصلا همین درسته تیم پسرم. بشین سر جات متواضع باش. صبر کن الان تقریبا همه چی گل نشه حذفی. گل نشه حذفی. آره گل عشق. نشه حذفی. نداشته باشی. باشه ته تهشه. بجون سارا دختر همینه. آره اینطور که معلومه کوئن میخواد بره خونه‌ش. آره چشم بسته خودشه. چشم بسته. اون چشم اون بسته چشم نبود. بسته چشمش نبود. بسته نبود. نگاه کردی. یه جوری بود که
شوت زدی. ها میتونه تکرار کنه دیگه نه؟ میگن چیش بسته. آفرین. گل نشه حذف. ناصر گل نشه حذفی، گل نشه حذفی، گل نشه حذفی، گل نشه حذفی. گل نشه حذفی. گل نشه سب کن همه دختره هست. گل نشه حذفی، گل نشه حذفی. خب این یعنی اونا فقط یه عضو تو تیمشون. سارا باید برای تیم دختره انجامش بدی. از 3 به 3. ما برای اینکه خنده دار ترش کنیم کوئن تصمیم میگیره اینو به گردونه اضافه کنه. بازی تمومه. نه بابا تیمت حذف میشه. تمومش کن. وای نه این چرا اصلا دست منه؟ کار میکنه. هنوز یه جون اضافه مونده. این یعنی که من اون اضافه رو میگیرم. گل نشه حذفی عمرن. یالا کوئن. برو اشرف. اوه زیادی خوبه. هیچ وقت من هیچ وقت خراب نمیکنم. فقط سارا با 2 جون برامون مونده. اینقدر به هم استرس نده. دوباره بازی تمومه. سارا نوبت تو. اگه اون خراب کنه خودش میدونه. باید برای تیم دختره انجامش بدی. اینقدر به هم استرس نده. نه تموم دخترای دنیا دارن تو رو نگاه میکنن ها. آفرین. وای فکر کنید خراب کنی، اگه خراب کنی گیم اوور میشی. اون گزینه آوت که داره، اگه آوت بزنی یعنی اگر گل رو نزنی خودت از بازی اخراج میشی و اگر که گیم اوور دراد، حتی اگه اونا 3 نفرشون زنده باشه شما 1 نفر باشی، اونا یکیشون گیم اوور در بیاره و پنالتی رو خراب کنه تیمت باخته. یعنی ورق با 1 اشتباه برمیگرده. ما من اصلا ازت خوشم نمیومد. گل نشه حذف. گل نشه حذفی. گل نزنی حذفی. میدونم. حتی اگه خراب کنی هوا تو داریم داداش، اشکال نداره. داداش فشار چه داریم میرقصیم. سابسکرایب. اوکی. گل نشه حذف. آره. اگه خراب کنه ما میبریم. بزن بریم. ای خدای پنالتی خوبی بوده. نیماره. ما هنوز بازی هستیم. بدون استرس. سارا استرس نداره. بازی خیلی بدجنسی پسر. ایبل زود باش. هنوز چند تا چیز خوب باقی. نه من میخوام گل نشه بازی تمومه رو میخوام. همینو میخوام. آره همینو میخوام. آره من خودم صبر کن. همینه. آره من میخوام همینو میرم. گل نشه نه همینو میخوام. خودم همینو میخوام. همینو میخوام. خودم همینو میخوام. اولین باری که اونم میتونم اگه خراب کنم واقعا دیگه تمومه. بازی تموم میشه داداش. اگه خراب کنم بازی واقعا تموم دیگه میشه تمومه. داداش. ایبل زود باش تو میتونی. ایبل یه جون اضافه. واموس با من در نیفته داشت. سب کن جون اضافه رو به کی میدی؟ من میدمش به ناصر. نه به یوز چی میگی؟ تو به تیمت فکر نمی کنی؟ اوه ترسیدی؟ بگم تو عاشق آسر نه خوشت اومده عاشق شده. تو آسر به من ترکیب میدی. آره اصلا عقلش درست کار نمیکنه. که اضافه میریمش آسر. آخه چی میگم؟ تنها راه نجاتت گل نشه سابسکرایب. 2 جون داری. آره. وایسا تو کانالشو سابسکرایب کردی؟ آره. مشکلی نداره عیب نداره فقط بریم بگاره. سابسکرایب. عاشقشم بزن بریم. اوکی گل نشه بازی تموم. کنم الان خراب. مطمئنم اینو خراب میکنه. فکر نکنم دیگه استرس داشته باشه. اگه خراب گل کنه نشه بازی تمومه. انصافا ولی دخترها خوب بازی کردن. انصافا خوب بازی کردن. من که واقعا لذت بردم.
اوکی تبریک به تیم پسرا. منم تقلب کردم پس حقمون بود، فقط مجازاتو بهمون بدین دیگه. سپرایز. هی داریم ها؟ خیلی زیاده. بیشتر بخور. آره الان داره اثر میکنه. گریه نکن، تقریبا تیم مثل نجات داده بودی دختر. کجا میره؟ کجا میری؟ شیر داری؟ نه این یه ذره است. آره یه ذره بهتر، خیلی بهتر از این. لطفا این کارو تو خونه امتحان نکنید لطفا. سابسکرایب کنی. سابسکرایب کنین. و من 4 تا جون داشتم. آره 4 تا جون داشت. خب دوستان عزیزم این بود از ویدیومون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی فراموش نکنید البته ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدارتون.